2022 برای قزاقستان آغاز خوبی نداشت. منطقی تر می بود بگوییم برای حکومتداران، به ویژه برای نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق این کشور. نظربایف که بلندترین عنوانها را داشت، پایتخت و فرودگاه و چندین جای دیگر را به نامش گذاشته بودند، خودش و اعضای خانواده‌اش قانونا حقوق دخل ناپذیری را صاحب بودند، اخیراً از مسند رهبر شورای امنیت کنار گرفته شد. این مقام بعد آن تأسیس شده بود که نظربایف چند سال پیش کرسی پرزیدنتی را خالی کرد و قاسم جان توقیف را به آن نشاند. اما از روی مسئولیت‌هایی که در این شورا داشت، عملاً رئیس جمهور باقی مانده بود و گفته میشد این منصب را یک عمری در اختیار دارد. ولی اخیراً قاسم جان توقیف که او را سایه نظربایف در کرسی پرزیدنتی مینامیدند، اعلام کرد رهبری شورای امنیت را او بر ذمه دارد. به عباره دیگر، توقیف از سایه به شبح تبدیل شد و در حکومت کردن طاقه ماند. گذشته از این رسانه‌ها با تکیه به منابع گوناگون میگویند نظربایف گویا برای طبابت به خارج کشور می رود. اینکه چرا مسئله طبابت همین شب و روز اعتراضات به میان آمد، گمانم برای همه معلوم است. و از همه جالب این که تمام این روزها که اعتراضات در قزاقستان جریان دارد، هیچ حرفی از نام نظربایف صدا نداد، حتی یک کلمه هم نگفت. اما دامن اعتراضات در قزاقستان وسیع‌تر و وسیع‌تر می شود. اخیراً سازمان پیمان امنیت دست جمعی به درخواست قاسم جان توقیف لبیک گفت و اعلام کرد که نیروهای صلح‌آفر سازمان پیمان امنیت دست جمعی وارد قزاقستان می شود. سبب این همه اعتراضات و برای نظربایف و منصبداران قزاقستان بدبختی ها بالا بردن ارزش گاز مایع بود. اعتراض روز 2 ژانویه یکباره عمومی شد و یک پی دیگر منطقه‌های دیگر کشور را فرا گرفت. چون موج اعتراضات بیشتر گردید، توقیف یکی از شرط‌های اساسی اعتراضگران استعفای حکومت را اجرا کرد. حتی نرخ سوزشواری پایین برده شد، اما دیگر فایده نکرد و مردم گرد آمده به خانه‌هایشان برنگشتند. حتی اعلان حالت اضطراری در سراسر کشور هم نتوانست کمک کند. وضعیت از نظارت بیرون شد. در نوارها دیده می شود که اعتراضگران کارمندان پلیس و نظامیان را لطوکوب می‌کنند و ماشین‌ها و بناها را آتش می‌زنند. در الماتا اعتراضگران وارد فرودگاه شدند. توقیف آنها را تروریست نامید و گفت فرودگاه و 5 هواپیما را ضبط کردند. هنوز در روزهای اولی عمومی شدن اعتراضات در قزاقستان مشکل اینترنت به میان آمد. برخی شرکت‌های تلویزیونی از فعالیت ماندند. بناهای معموری تصرف شدند. در تالدی قرغان هیکل نورسلطان نظربایف را کندند. حالا گفتن دشوار است که اوضاع در قزاقستان چی می شود. توقیف همان گونه که قبلا اعلام کرد تا آخر پهلوی مردم میماند، همچنان به حفظ کرسیش موفق می شود یا مثل نظربایف برای طبابت به خارج کشور می رود. به همین مانند ناروشن است که نورسلطان، منظورم پایتخت قزاقستان است، نه نظربایف، نورسلطان میماند یا نامش را تغییر می دهد.